با سلام آیه دکتر، مناظره ها رو که دیدم فهمیدم یک کار نکرده دارم. هر بار اول برنامه باید اطلاعیه بخونم. میدم چه کار میکنی؟ اطلاعیه مجری در مورد وظایف و محدودیت‌های مهمان محترم برنامه که در صورت تخلف دستگیر و مجازات میشه. تحویل رئیسی میدیم. 1. هر نوع استفاده دو پهلو از واژه مشنگ ممنوعه، چون ممکن است این شایبه پیش بیاد که منظور میهمان محترم برنامه مقام عظمای ولایته. 2. به کار بردن ضرب المثل نشستن روی اره که منظور این باشه که نه راه پیش داری نه راه پس، چه منظور مقام عظما باشه چه نباشه ممنوعه. خب اگه منظور مقام عظما نباشه دیگه چرا ممنوعه؟ ممکنه منظور شما نباشه ولی کی به نیت شما کار داره آقای دکتر؟ همه میفهمن که ذکر مناقب مقام عظمای ولایته. 3. روشن کردن بیش از حد مجری روشن برنامه مستوجب مجازات و بیانگر اینه که میهمان برنامه هر جا کم میاره مرتکب این جرم میشه. در عوض میتونین دق دل خودتون رو کاندیداها خالی کنین، پک و پوز و فک اونا رو آسفالت کنین، بازم به شرط اینکه از مقام عظما اسم آورده نشه. همه میدونن که فلک زده مشنگ گیر کرد و رو اره نشسته. سب کن ببینم ناکس، معلوم میشه تا وسط آبروغن و پاک قاطی کردی. آخه این مشنگ بازی چیه؟ اول برنامه است. تو اول برنامه داری دعوا را میدازی، بعد خودت اطلاعیه میخونی، بعد میزنی زیرش. مرحوم بابوی همیشه میفهمیدم از بهادر، عرض میکردم بله میفهمیدم که مرسیه کره گفت من کلا با هر گونه خشونت مخالفم. هر کی که مروج خشونت باشه یا مرتکب خشونت بشه میگیرم انقدر میزنمش که کف کنه. شده بگو بینم. اطلاعیه خوندم الان براتون. آیه دکتر حاجی روحانی گفت که نظام 38 سال اعدام و جنایت کرده. این لو دادن اسرار نظامه، این برای خودش ضرر نداره. اومد یه ویراژی بده و بزنه زیرش که مثلا بگه که خودش این کارا نبوده، ولی خب همه رو لو دادی وسط. تو ادبیات به این میگن یکی بر سر شاخ نشسته بود و بن میبری. تو علم استراتژی بهش میگن توپ سربالا. مرحوم بابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمیدن که مشنگه یه بسته پول داشت، میخواست یه جا قایمش کنه، رفت پولا رو گذاشت تو شکاف دیوار. مشنگ بود دیگه، یه نوشته گذاشت روش که من اصغر پسر اکبر گواهی میدم که توی این شکاف هیچ پولی نیست و رفت. یه زبری داشت رد میشد، نوشته رو خوند و پولا رو برداشت، زیرش نوشت من ناصر پسر باقر حرف ایشون رو تایید میکنم. آیه دکتر فقط حاجی روحانی نیست، همشون انگار حالشون نیست که تو جنگ و دعواشون تو سر همه نظام آره دیگه. مرحوم بابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمیدن که هواپیما داشت سقوط میکرد، همه جیغ و داد و وحشت. یه مشنگ اون وسط راحت نشسته بود روزنامه‌شو میخوند، انگار نه انگار. بهش گفتن تو نمیترسی هواپیما داره سقوط میکنه؟ گفت به من چه، بذار بکنه، مال بابام که نیست. دکتر با دلی خونین بابت کلمه سقوط که به کار بردین برمیگردم به مناظره ها. اونایی که میگفتن مناظره اول کاندیداها مسخره بازی بود برن خجالت بکشن. اون مسخره بازی بود یا مناظره بعدی؟ تازه قبلش هم گوش عملی کشیده بودن، اولش هم همون اطلاعیه سیاسی نظامی رو خوندن که دست از پا خطا بکنین همه تون رو خلاصه میگیریم فکتون رو پیاده میکنیم. تازه همه مسخره‌مون کردن به خاطر همین. ولی آخرش مگه وضع مقام عظما چطوری شده که باید دم به ساعت از این هشدارای زیر پا خالی کنه، دل خالی کنه، هولانگیزه، هراس صبر کن دیگه بابا، بس کشتی اون بسیجه بدبخت بیچاره رو که داره حرفات رو گوش میکنه. سربسته میگم فهمیدی نفهمیدی بیخیال. تو استراتژی علامت رو که میبینی باید روش اوضاع دستت بیاد. علامت های باد جهانی و عرضم به حضور شما انتخابات و اون چیزایی که بوی فتنه میده و از همه بدتر بحث براندازی که دیگه واردش نمیشم. مرحوم بابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر،
عرض کردم بله. میفهمودن که شوفره با شاگردش شب چادر زده بودن تو بیابون خوابیده بودن. نصف شب شوفره شاگرده رو بیدار کرد. گفت نگاه کن چی میبینی؟ شاگرده گفت یه آسمون پرستاره. گفت معنیش چیه؟ شاگرده گفت آسمون خیلی قشنگ و زیباست، مخصوصا وقتی ابر نباشه. شوفره گفت مشنگ چرا حرف مفت میزنی؟ معنیش اینه که چادره رو دزدیدن. روشن شد یا بفرستم بری تو چادر تو بیابون بخوابی. آیه دکتر رحم کن قربونه دارم. هر بسیجی هم که نفهمه فهمید که بحث چادر و عمود خیمه است. دو پهلو نبود، رکراس خنجر تو پهلو بود. ولی مجال دعوا نیست. تو این بیشداری برم سر سال بعدی. آی دکتر بعضی رسانه‌های نظام به حاجی روحانی هشدار دادن که ممکنه برخلاف شاه که با هواپیما در رفت ما نتونیم حتی پله‌های هواپیما رو ببینیم. منظورشون چیه؟ خبریه؟ من خودم شخصا دارم میترسم. مشنگ بازی یا راست میگن؟ اول برنامه تو اطلاعیه خوندی که ممنوعه، ولی خودت باز داری میگی مشنگ. دوما اینو بهش میگن دکترین تونس. تونس یعنی هیچی. یکی بود که رفت تونس، یکی هم بود هر کاری کرد نتونست. این مشنگه درست فهمیده که قضیه بیخ داره، ولی چون مشنگه نفهمیده که نباید همین بیخداری رو اینطوری قلوپی برداری بندازی رو میز که خب بسیجیه میریزه دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر. عرض کردم بله. میفهمودن که دکتره زنگ زد به مریضش گفت 2 تا خبر بعد برات دارم، تحملشو داری؟ خبر اول اینه که آزمایشات نشون میده که 24 ساعت بیشتر زنده نمیمونی. دومیش هم اینه که دیروز یادم رفت اینو بهت بگم. آیه دکتر چشمم روشن. چی؟ راست همین الان اسم سقوط و بعدم 24 ساعت و مرده و این حرفا چیه که راجع به خودت نظام اول اطلاعیه میخونی برمیگردی بحث مناظره رو پیش